بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما حاط به علمک. اللهم آمین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هموطنای عزیزم، هم نفسه یاد خدا الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، قبول باشه عزاداری ها و سوگواری هاتون در ایام فاطمیه اول رو در حال سپری کردنش هستیم. این ایام رو به محضر صاحب عزا و ماتم از حجت ارواحان الله الفدا تسلیت و تعزیت عرض میکنم و انشاءالله خدا به هممون توفیق بده این عزاداری های همراه با معرفت، کسب معرفت فاطمی باشه و توشه خوبی باشه برای ادامه مسیر زندگیمون و قبر و قیامتمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما از امروز به همین مناسبت یک بسته ویژه رو تقدیم شما خواهیم کرد تا فاطمیه دوم به روایت 95 روز بعد از رحلت نبی مکرم اسلام. توی این فاصله خدمت شما هستیم. هر روز محور مباحثمون هم پیرامون وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواهد بود. از ابعاد و زوایای مختلف به شأن و جایگاه و مقام و سیره فاطمی سلام الله علیها خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان مختلف در این مکان که اولین بار هست یاد خدا را از این مکان خدمت شما تقدیم میکنیم. یک امامزاده واجب التعظیم و با صفا و نازنین در قم مقدس، امامزاده ابراهیم که در واقع معروف هست به امامزاده ابراهیم، اما پدر بزرگوارشون امامزاده محمد هم اینجا مدفون هستند و شما در این حال دو امامزاده رو اگر اینجا تشریف بیارید، خیابان امامزاده ابراهیم هم اسمشون هست، در واقع اسم این محله هست، شما تشریف میارید و زیارت میکنید این امامزاده، دو امامزاده با صفا رو که با 5 واسطه به امام هفتم ما امام کاظم علیه السلام میرسن. انشاءالله که زیارت با معرفتشون نصیب و قسمت هممون بشود. یه فاصله بگیریم و برگردیم. محضر استاد عزیزم حاجی ابوالقاسم که قدم چشمان گذاشتن سلام عرض خواهم کرد. بفرمایید. صلی الله علیک یا بنت رسول الله. خب با افتخار از امروز فکر میکنم به مدت 3 روز یعنی 3 برنامه توفیق رفیقمون هست که محضر استاد حاجی ابوالقاسم عزیز باشیم. عرض کردم محور مباحثمون هم که حضرت زهرا سلام الله علیها است. آقا سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت. من خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام فاطمیه. امیدوارم که عزاداری هاشون در این ایام مورد قبول صاحب این روزها و صاحب این دوران یعنی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار گرفته باشه. الهی آمین. ان شاء الله به دعای خیرتون. خوبین؟ الحمدلله. همه چی خوبه؟ جلسات، روزها خدا رو شکر پرباره؟ عالی. از برکت اهل بیت علیهم السلام سفره معارف در سرتاسر کشورمون و حتی کشورهای دیگه پهنه و ما ریزخوار خوان اهل بیت حتی در معارف قرآن و معارف رسول گرامی اسلام هستیم الحمدلله. الحمدلله. فاطمیه هم نمیدونم تایید میکنین یا نه، احساسم اینه که نسبت به سالهای قبل، لحظه‌های قبل، سالهای قبل پرشورتر شده، پررنگتر شده، پر رونقتر شده مجالس اعضای حضرت صدیقه. نمیدونم تایید میکنین؟ حتما همینطوره. هم فلسفه تاریخ اینو به ما میگه، هم مشاهداتمون. بالاخره ما به سمت ظهور داریم حرکت میکنیم و هرچه به ظهور نزدیکتر میشیم توجه مردم به ذوات مقدس معصومین بیشتر میشه. هم عاشورامون هر سال پررنگتر میشه، هم اربعینمون هر سال پررنگتر میشه و هم فاطمیه‌مون. این حس شما و این مشاهده شما کاملا درسته و منطبق بر حرکت تاریخ به سوی ظهور انشاءالله. الحمدلله. آره این حاکی از خبرهای خوشه که انشاءالله بهترینش همون نزدیکی ظهور آخرین فرزند معصومه حضرت مادر باشه انشاءالله. خب من قبل از برنامه از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، از حاجی ابوالقاسم پرسیدم که راجع به چه موضوعی در واقع می‌خواید صحبت کنید، ذیل چه عنوانی. فرمودن که ویژگی‌های جهاد فاطمی.
خب یه سوالی که ممکنه تو ذهن عموم پیش بیاد با این عنوان اینه که اولین تلقی که ما داریم از واژه جهاد بالاخره جهاد نظامی و توپ و تانک و حالا اون موقع شمشیر و سپر و نیزه و اینها، در حالی که حضرت زهرا بانو هستن، بانوان از جهاد. بالاخره این چجوریه؟ شما چرا این نام رو در واقع این عنوان رو انتخاب کردید؟ مگه حضرت زهرا چگونه عمل کردن که حالا شما میخواد راجع به جهاد در ارتباط با حضرت زهرا صحبت بکنید؟ بله، زمینه خوبی برای ورود به بحث هست و نکته بسیار مهم است که در آغاز همین رو توضیح بدم. واژه جهاد صرفاً به معنای مبارزه نظامی نیست. در قرآن کریم واژه جهاد بارها به کار رفته و بعضی جاها تصریح شده جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم، جهاد با مال، جهاد با جان. حتی در یک فرمایش از امیرالمومنین علیه السلام هست، فرمود جاهدوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم و السنتکم، جهاد با زبان که ما در فرهنگ خودمون جهاد تبیین بهش میگیم، اینم جهاده. منتها جهاد چند تا ویژگی داره قاعدتاً، یعنی هر کنشی رو بهش نمیشه گفت جهاد. اون کنش، اون فعالیتی که اولا در نقطه مقابل دشمن قرار داشته باشه، درست. ثانیاً هزینه داشته باشه، زحمت داشته باشه. شما اگر یه فعالیتی دارید میکنید که به خاطر این فعالیت کلی به شما جایزه میدن، هدیه میدن، اضافه کار میدن، حقوق خیلی پروپیمونی میدن، هم شما رو تکریم میکنن، تعظیم میکنن، اسم این جهاد نیست. جهاد اونجاییست که کار سختی است. من به عنوان مثال عرض بکنم، گفتن فضائل اهل بیت علیهم السلام برای امثال بنده جهاد محسوب نمیشه. چون مردم خیلی دوست دارن، هرچی من از فضائل اهل بیت بگم بیشتر بالا میرم، به برکت اهل بیت مورد توجه قرار میگیرم. هیچ کس به خاطر اینکه از اهل بیت تعریف کردن به من توهین نمیکنه، لذا تعریف از اهل بیت برای من و امثال من جهاد محسوب نمیشه، اگرچه کار با فضیلتی است. اما اگر زهرای مرضیه بیاد در شرایطی که دارن علی رو خانه نشین میکند، در شرایطی که یک جریانی علیه امیرالمؤمنین شکل گرفته، این جریان با هر گونه تعریف و تمجیدی از امیرالمؤمنین در چنین شرایطی مخالفه، چون تضعیف میشه گیری. تو این شرایط بایستی و دفاع بکنی. اونجور که ما در طول تاریخ داشتیم، مثلا میثم تمار رضوان الله علیه که بر روی شاخه نخل از امیرالمؤمنین میگوید، میان او رو عرض کنم که حتی زبانش رو قطع میکنند به خاطر اینکه چرا داری از علی تعریف و تمجید میکنی. این جهاده. ولذا میخوام عرض بکنم جهاد یعنی هر کاری که در مواجهه با دشمن و در تقویت جبهه حق صورت میگیرد، برای انسان هزینه بردار است و با تکیه بر خدا و با توکل بر خدا شخص همه این هزینه ها رو به جان میخرد و در این مسیر گام برمیداره. حالا میخواد در عرصه نظامی باشه که یکی از برترین مصادیق جهاده، میخواد در عرصه فرهنگی باشه، میخواد در عرصه اقتصادی باشه. جناب آقای قوامی، گاهی جهاد اقتصادیه. همینطوره. ببینید یک کسی کارخانه ای داره، یه تعدادی کارگر داره که داره اونها رو مدیریت میکنه، عده زیادی خانواده ها به وسیله این کارخانه دارن زندگیشون میگرده. این آقا اگر بخواد محاسبات دنیوی بکنه، میگه من کارخونه رو تعطیل بکنم، زمینش رو قطعه بندی بکنم و تبدیل به ویلا بکنم، صدها برابر اونچه که الان دارم سود میبرم میتونم سود به دست بیارم. درسته. اگر برای خاطر خدا حساب کرد، گفت ما الان در جنگیم، ما در شرایط تحریمیم، 100 خانوار دارن از قبل این کارخانه زندگیشون اداره میشه، من اگر این کار رو انجام بدم اینها بیکار میشن، این خانواده ها دچار مشکل میشن. لذا با عنایت به این که در جنگیم، یه کاری که این کار براش هزینه داره، حالا هزینه گاهی زیانه، گاهی کم شدن سوده، اینم هزینه است. میگه من اگر این کار انجام بدم اون درصد سودم خیلی میاد پایین، باشه این کار انجام میدم، برای خدا انجام میدم و این سختی رو تحمل میکنم. این میشه جهاد اقتصادی. جهاد علمی داریم، جهاد تو هر حوزه همراه با هزینه وقتی میشه، هزینه بردار میشه به تعبیر شما، و در مسیر مبارزه و مقابله با دشمن، این دیگه میشه اسمش جهاد. میشه جهاد. احسنت. جهاد فی سبیل الله.
اگه برای خدا باشه میشه فی سبیل الله. یه وقت از طرف برای خدا نیست کارش، خدایی نکرده، یه هزینه هم میده ولی برای دنیا این کارو میکنه، یا برای اینکه تو چشم مردم مثلا بزرگ دیده بشه. هزینه کوتاه مدت میده برای اینکه در چشم مردم بالا بره. اون دیگه اسمش جهاد نمیشه. اینم دیگه جهاد نیست. بله، جهاد فی سبیل الله قطعاً ارزشمند و مقدس. خیلی خوب. پس حالا با این توضیحات شما که خیلی هم جامع و دقیق بود در ارتباط با جهاد، باید ببینیم که در واقع ویژگی های حالا جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها چی هست، تو کدوم این حوزه ها ایشان جهاد کردند و به نوعی پرچمدار بودند. منتها اگر اجازه بدید، چون اینجا دیگه بحث در واقع وارد مرحله جدیدی میشه، ما یه فاصله بگیریم از دوستان و برگردیم و دیگه مفصل خدمتشون بشیم. بسم الله، بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، ویژگی های جهاد فاطمی سلام الله علیها از نگاه استاد حاجی ابوالقاسم. منم مثل شما سراپا باشم. تقاضا میکنم، خواهش میکنم. من مباحث رو در ذیل برخی از آیات نورانی قرآن که موضوع جهاد رو بیان میکنه مطرح میکنم. آیه رو که امروز موضوع عرایزم قرار میدم سوره مبارکه حج هست، آیه پایانی. میفرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده. این آیه از اون آیاتی است که بسیار هم مهم و پرکاربرد هست و خیلی هم کوتاه و بینندگان خوب این آیه رو حفظ بکنن. و جاهدوا فی الله حق جهاده. در راه خدا با تمام قوا جهاد کنید. اونگونه که شایسته خداست. ما اگر خدا رو در جهادمون در نظر بگیریم، مرتبه جهاد ما خیلی بالا میره و رشد میکنه. چرا؟ چون میبینیم یک طرف مقابل که داره مشاهده میکنه این جهاد را و میخواد به خاطرش به ما پاداش بده، خدای متعاله. لذا اگر حق جهاد رو بخوایم به جا بیاریم، با تمام قوا به میدان میاییم. ببینید شما اگر احساس بکنید یه کسی هست، یه سمساری هست، این چیزایی به درد نخور شما رو به قیمت خیلی خیلی بالا میخره، چیزی رو قایم نمی کنید تو خونه، هر چی دارید میارید. میگید این قیمتی داره میگذاره که هیچ کس به این قیمت حاضر نیست اجناس منو بخره. دقیقاً. آدم اگر عاقل باشه هر چی داره میاره تحویل میده، نمیبره بعدشو قایم بکنه بگه نه حالا نگه دارم برای خودم. و برای خودت چیکار بکنی؟ وقتی طرف مقابل ما خداست، جاهدوا فی الله حق جهاده. جهاد زهرای مرضیه سلام الله علیها یکی از ویژگی‌هاش این بود که با تمام قوا حضرت جهاد کرد. وقتی میگم با تمام قوا، یعنی با مالش، با جانش، با زبانش، با آبرویش، با فرزندانش، خانوادهش، خانه‌اش، با همه داراییش اومد به میدان. چرا این کار کرد؟ چون دید اصل اسلام در خطره. دید امیرالمؤمنین علیه السلام که قرار است ادامه دهنده راه پیغمبر باشه داره کنار گذاشته میشه. دید دارن پا روی حق میگذارن. دید دارن باطل رو در جامعه حاکم میکنن. لذا به میدان آمد. یک بیانی دارد، بیانش رو خدمتون بخونم. فرمود یا معشر المهاجرین والانصار انصروا الله. ای مهاجرین و انصار، به یاری خدا بیایید. یعنی داره میبینه که مسیر خدا در حال انحرافه. فانی ابنة نبیکم، من دختر پیغمبر شما هستم. وقد بایعتم رسول الله یوم بایعتموه، با پیغمبر وقتی بیعت کردید که ان تمنعوه و ذریته، که حامی او و حامی ذریه او باشید. مما تمنعون منه انفسکم و ذریتکم، همونطوری که از خودتون و از خانواده خودتون حمایت میکنید، از خاندان پیغمبر حمایت کنید. اگر خدا در قرآن نفرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، که این مودت در قربا رمز استمرار مکتب پیغمبر هست. فرمود ففول رسول الله به بیعتکم، با بیعتی که با پیغمبر بستید پایدار باشید. خب حالا سوالی که مطرح است اینه که چرا مردم مدینه همراهی نکردن با زهرای مرضیه سلام الله علیها؟ چرا اینها با اینکه این اسمت الله، این دختر پیغمبر که در وصف او بارها فرمود فداها ابوها سیدت نساء العالمین، به میدان آمده مردم همراهی نمیکنن؟ چرا؟ چون مردم اون زمان
اهل زندگی جهادی نبودند. تعلقاتشون زیاد شده بود. زهرای مرضی شبانه میرفت در خانه مهاجرین انصار، اونها رو به یاد قدیر میانداخت. انسیتم یوم قدیر، یادتون رفته که پیغمبر امیرالمؤمنین رو دست گرفت، او رو برای خلافت بعد از خودش به شما معرفی کرد. میگفتن ما مثلا مشکل داریم، بیمار داریم، نمیدونم، حالا میایم ولی نمی اومدن، همراهی نمی کردن. یه ضرب المثلی هست میگه هر چی میخوای برات گریه میکنم ولی کار دیگه ای از من نخواه. چرا مردم اینطوری شده بودند؟ به خاطر اینکه آلوده به دنیا و تعلقات دنیوی شده بودند. جناب آقای قوامی، دور نریم. امروز در سرزمین غزه مردم دارن کشته میشن. همه میبینن مردم دنیا دارن خفه میشن از غصه. چرا حکام کشورهای اسلامی به میدان نمیان؟ چرا هیچ اقدامی انجام نمیدند؟ یه موقعی شاید مردم مظلوم فلسطین به اینها میگفتن بیاید با ما بجنگید و کمک ما. یه خود گذشت گفتن بابا نمیاید نیاید، سلاح بدید. یه خود گذشت آقا سلاح نمیدید ندید، پول بدید خودمون سلاح میخریم. آقا پول نمیدید ندید، به دشمن ما کمک نکنید. اصلا مگه اونجا قبله اول خود شما مسلمون مگه نیستین؟ اونجا نیست؟ دست صهیونیست های غاصب نیست؟ چرا هیچ دغدغه‌ای ندارین نسبت به این موضوعات؟ به همون دلیلی که مردم مدینه هم دغدغه‌ای نداشتن نسبت به این سوز و گداز زهرای مرضیه سلام الله علیها. تعلقات وابسته به دنیا. زهرای مرضیه از ما توقع دارد. توقعی که از ما دارد اینه که با تمام قوا به میدان بیاییم. همونطوری که به مردم زمان خودش گفت، ندای زهرای مرضیه ندای فرا عصری و فرا مصری است، فرا زمانی و فرا منطقه‌ای است. محدود به مدینه نیست و مربوط به سال 10 و 11 هجری نیست. این ندای تاریخی است و در طول تاریخ این ندا طنین افکن است. این آیه قرآن که جاهدوا فی الله حق جهاده، این حرف زهرای مرضیه است. از ما میخواد با تمام قوا به میدان بیاییم. امروز برای مردم غزه ما چیکار میکنیم؟ ببینید حضرت آقا در پیامی که چند وقت پیش صادر فرمودن بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث آن را یاری نمایند. آقا از همه ما جهاد رو خواستن. منتها حالا این رو هم من تذکر بدم، جهاد هر کس متناسب با توانمندی های اوست. ببینید هنرمند جهادش اینه که با هنر خودش به کمک مردم غزه و مردم لبنان بیاد. میتونه فیلمی بسازه، میتونه انیمیشنی بسازه، میتونه موشن گرافی تولید بکنه. معلم با جهاد تبیین خودش در سر کلاس یه وقتی اختصاص بده دانش آموزان خودش رو توجیه بکنه. عرض کنم خدمت شما یه ورزشکار به شکل دیگری وقتی در میدان ورزشی در مقابل نماینده رژیم صهیونیستی قرار میگیره با قاطعیت انصراف بده از اینکه در برابر اون رقابت بکنه و اعلام بکنه ما شما رو به مشروعیت نمیشناسیم. امروز مردم جهان، مردم آزاده جهان در این قصه دارن میون به میدان و اونها دارن حرکت خودشون رو نشان میدن. دانش آموز ما میتونه با سرودی که میخونه، ببین همین سرود سلام فرمانده که دانش آموزای ما میخوندن چقدر در دنیا فراگیر شد. برای دانش آموز جهاده. یه تعداد دانش آموز ممکنه بیننده برنامه ما باشن. یه گروه سرود تشکیل بدید. سرودهایی در دفاع از مردم مظلوم لبنان و فلسطین به زبان فارسی یا ترکیب فارسی عربی بخونید. اینو تو فضای مجازی منتشر بکنید. بگذارید جریان تولید سرودها به صورت خودجوش و مردمی تو کشور ما راه بیفته. مردم لبنان نیرو میگیرن، قوت قلب میگیرن وقتی ببینن بچه‌های ایرانی اینطور دارن از اونها حمایت میکنن. جهاد یک خبرنگار اینه که با کار رسانه‌ای خودش به فکر مردم مظلوم غزه و لبنان باشه. ما داریم خبرنگارهایی که رفتن زیر بمباران، بعضیشون شهید شدن. میدونید این رژیم واقعا رژیم عجیبی است. یعنی به هیچ اصلی از اصول اسلامی که بماند انسانی پایدار نیست و پایبند نیست. آخه خبرنگاران تو همه دنیا مسئولیت دارن. جایی که خبرنگارا جمع شده بودن اومدن اونجا رو بمباران کردن. تعداد زیادی خبرنگار رو کشتن و شهید کردن. خب
بنابراین مرزهای وحشیگری توی دنیا جابجا شد، خیلی جابجا شد، خیلی جابجا شد. فرمود انلزمکموها و انتم لها کارهون، که آیه قرآن است. آیا شما را ما به این کار الزام کنیم؟ قرآن میگه ما که نمیتونیم شما رو به زور در مسیر قرار بدیم. انلزمکموها و انتم لها کارهون. این جملات رو زهرای مرضیه سلام الله علیها خوندن برای که هشدار بدن. اگر در وقتش فعالیت جهادی رو ترک کردید، اون روزی که باید کار جهادی بکنید به میدان نیامدید، اون روزی که باید ولی خدا رو یاری کنید یاری نکردید، اون روزی که باید مظلومان رو یاری کنید یاری نکردید، که زمانی میرسه این ظلم و ستم دامن شما و گریبان خود شما رو هم خواهد گرفت. امروز مردم عزیز، اگر ما به یاری مردم مظلوم لبنان و فلسطین نشتابیم، روزی میرسد چکمه صهیونیست‌ها رو بر گردن خودمون احساس خواهیم کرد و اون روز برای کار و فعالیت بسیار دیر است. باید قبل از آن که دیر شود هشدار و هوشیار باشیم و بیدار شویم. انشاءالله که همینطور باشه. با شواهد و قرائنی که داریم میبینیم، بانوانی که تو صف وای میستن تا همه دارایی‌هاشون، طلا و جواهر و زینت‌آلاتی که از سالها قبل جمع آوری کردن و همه رو یه جا دارن کمک میکنن، به نظرم انشاءالله این جزء آخرین امتحانات و آزمونهای ما باشه قبل از ظهور امام زمان، که انشاءالله سربلند هممون ازش بیرون بیاریم و مستحق و شایسته این باشیم که ظهور حضرت رو درک بکنیم. خیلی استفاده کردم. اوامری ندارین؟ مؤید باشید. زنده باشید، محبت دارید. خیلی ممنونم که برنامه خودتون تا پایان تماشا کردین. انشاءالله به شرط توفیق و حیات فردام خدمت استاد عزیزم خواهیم بود و این موضوع رو ادامه خواهیم داد. مراقب خودتون باشید، ما رو دعا بکنید، التماس دعا. یا حق. خداحافظ.